عبدالله غربتی ژورنالیست جوان توجیک در صفحه‌اش در فیسبوک ویدیوی لحظه بازداشت مردی را در روی پایه‌های هیکل اسماعیل سامانی در میدان دوستی در مرکز شهر دوشنبه نشر کرده است. در ثبت که 2 دقیقه دوام میکند دیده می شود که کارمندان لباس میلیسا در تن همراه با چند نفر دیگری که لباس ملکی دارند مرد بظاهر جوانی را که بر روی پایه‌های هیکل اسماعیل سامانی برآمده بود بازداشت کرده ایستادند. در نوار دیده می شود که آن مرد به بازداشتش تن نمی‌دهد و دست و پاچه زده مقاومت نشان می‌دهد و افراد بیشتر با شتاب از زینه‌های میدان صحن هیکل بالا شده به بازداشت آن مرد همراه می‌شوند. در پایان نوار یک مردی که چهره‌اش دیده نمی‌شود به پیش عبدالله غربتی و همراه‌های او آمده امر می‌دهد که نوارگیری را قطع کنند. ما روزنامه‌نگاریم و کار خود را انجام داده ایستاده‌ایم، میگوید عبدالله غربتی به او. اما آن مرد باز جواب می‌دهد که کار خود را اجرا میکنید، چه در کار امین کار نکنید سیام که در کار نیست. ثبت ویدیوی بولازه تمام می شود که کارمندان مقامات جوان دستگیر شده را که موی سر بلند داشت کشاله کرده به طرف پایان به سمتی که بناهای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جایگیر شدند میبرند. معلوم نیست که او را به کدام از این اداره ها بردند. این هم معلوم نیست که این مرد که بود و چرا بالای پایه‌های هیکل برآمده بود. به نشان اعتراض در یگان مسئله و یا محض بود. عبدالله غربتی نیز نوار خود را چنین نام مانده است. او که بود و چه میخواست؟